شوری ای چیست سوره دخترکه که در حیات با فاند فریب ناموس شد دگیه دخترک عاشق میشه ده یه پتانه سندر خود به خود میگه یفتم مدامی دی سوز غم خور نکی نمیدونه که چیه یا قیبتی کارش دختر امروزه عاشق دوشیده کار بارش هر شب ساعت یک یا 2 متر اومد و خونه میپرسن در کجا بودی او میگفت به خونه که در خونه دگانه میویه گاجا دیناش دینی مادر نصیحتش میکرد دختر میکرد گریه اینا رسه ما بسای بزار شیده میخونه دیلی مادرم میدنن جان پشتیه بگانه دیدش در شنه مسوخ در پدری مایی بشستن استان پتان دخترک داشتی نزدیکش همون شمه که یه داشت بیان مدرو یک ورتیره او دختر به خبر بیان پتان زن تیره ساعتی 3 شمه یو پتان دوره پرواز دخترک به خبر بیان گردنش پریز اساس میخیز سری روزو پتان سیده برش پشیمانه یک دختر خونه درف خبرش مادرش هش رفت پدر گرفتی میفگه پشتی دخترکی دادشون از زمی سک مادرش چی ارزو داشت و چی اومد کردش کلام پدرش ایزش در خونه پیران سالان موندگی ای مادرش درست پس کد وفاد نگاه کن خیره دختر چی کاراشی دست قفاد دختر به خبر بگشت جنازه مادر پدر کسالی دل خواه ای دختر ما شب خبر رساندانش کی مادری تو گذاشت چی بکرد و کسال التماس بگر مکی میفهمونن همه را دختر مشه روان بسوی خانه کی همونجا داشیده بود کلام مدروی ایدر میبینه مرگی مادرم میغلطه دفتاری تو بود میگه آچه جانا نره پدر نمیبخشش دختر خونه شید بیرون و خیبه جاییو ای چشمی دختر میرزه خون دختر به خونه و در مثلی گدا دپد ازا شبش میشید روزش میگذش با وینا در جایی کی میشیشت او را میکدم ازاق فایشه برا دخشه چیگرش میکد سوزاک ویشتان نمیمونده شبی دیده پره روش هنوز میرخته زمین گیجا شیده کار با روش التیماس پست نسانه فهمیدم خطا گیمه پشتی کاری به عقلی می دست دادم جوانی ما مدرم می دنیا گذاشه درد غمی مرا پدری بیچورم برداشتن نتانش سری خمه ای به عقلی من بودی خکار شید خونه دا پدرم بخشیدم نمیتونم ماندم قدیره دا دخترکی ساده دای هیا چی دا خور بگه پی مردم تو قد نکد و خچه کشی دار